میگن که همیشه به انتظار سکوت دیگران است. بارزترین علامت انسان حسود چند چیز است. اولی که انتظار داره که چی وقت فلانی بی آبرو بی عزت میشه، چی وقت سکوت میکنه. دومی که انتظار داره چی وقت اون نعمتی که داره او را از دست میده. همیشه بی آرزو است که تقاضا میکنه که خدا ازش بگیره این نعمت. سومی که همیشه به تخریب دیگران تلاش میکنه، نظر به حسادتی که داره. و شما این رو میبینید در بین همه اقشار جامعه، بین تجار میبینی، بین طبیبا میبینی، بین مهندس میبینی. یک طبیبی که حسادت داره نظر به دیگه دکترها، والله میگه فلانی دوایش بی خاصیت است، نمیفهم اسباب و وسایلی که معاینات میکنن بی کیفیت و یا به اصطلاح پیشرفته نیست یا چنین، یک بهانه برش جور میکنه، حسادت داره برش، تخریبش میکنه. تاجر رو ببینی و تاجر دیگه والله جنسش بی کیفیت و بی خاصیت است، نمیفهم اصلی نیست، بدل است، فلان است، فلان است. مهندس انجینر رو ببینید یکی به یکی دیگه، والله اون نقشه‌هایش کاربرد نیست، از اون گذشته است و حالا به اصطلاح مهارت کافی نداره و چنین و چنان و در برابر حوادث طبیعی مقاومت نداره، یک بهانه رو برای جور میکنه. مولا رو ببینی، عالم رو ببینی، عالم دیگه والله بی سواد است، او علم نداره، فهم نداره، عالم نیست. طبعا چیزی